شما که صاحب کسب و کاری هستید یا برای کسب و کاری کار میکنید، این فصل در مورد آرزویابی است. شنبه 24 شهریور درودی به بلندای البرز، وسعت کبیر و زیبایی خلیج همیشه فارس. من حسام تقوی و اینجا نموکست و ما نگاهی متفاوت به کالبد کسب و کار خواهیم داشت. درود، خوشحالم به زمانی رسیدیم که با پادکست های مجموعه نمو به نام نموکست در خدمت شما هستم. این مجموعه پادکست ها در شنبه هر هفته از طرف نموکست ارائه و اپیزود 1 این فصل شنبه 24 شهریور ماه تقدیم شما می گردد. و اکنون این اپیزود 0 فصل اول است. شما که صاحب کسب و کاری هستید یا برای کسب و کاری کار میکنید، اگر کارکنانتان بدون حضور شما نمیتوانند بفروشند، تولید کنند یا خدماتی را ارائه دهند، حالا شما میخواید یه بوتیک لباس داشته باش، یه رستوران، تعمیرگاه، کارخونه سیمان، صنایع چوبی و غذایی یا بیمارستان یا حتی خط هوایی داشته باشید، شما احتیاج به آرزویابی دارید. این فصل در مورد آرزویابی است و در 5 اپیزود این فصل را ارائه میدهیم. اگر سوال و یا تجربی در مورد آرزویابی داشتید، در صورت تمایل با سایت و صفحه ما در اینستاگرام ارتباط برقرار کنید. خوشنودم بابت زمانی که با هم دیگه بودیم و از الان مشتاق برای میزبانی شما در 24 شهریور ماه. تا درودی دیگر، بدرود.